امروز در پایتخت مملکت اجلاسی پنجم مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه دعوت هفتم تحت راهبری رئیس مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی دایر گردید. در کار اجلاسی معاونان، راهبر دستگاه رئیس شهر، راهبران واحدهای ساختاری دستگاه، کارخانه و مؤسسه‌های شهری، رئیسان ناحیه‌های شهر، سرداران مقامات حفظ حقوق، ساختارهای محلی مقامات مرکزی حاکمیت اجراییه و نمایندگان وسایط اخبار عامه اشتراک نمودند. در آغاز وکیلان کاتبات اجلاسی را انتخاب نموده مسئله های روزنامه و ترتیب کار آن را تصدیق نمودند. نخست آید به انتخابات وکیلان به مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه و تصدیق وکالت وکیلان مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه از حوزه‌های انتخاباتی رقم‌های 2 و 21 گزارش رئیس کمیسیون شهری انتخابات شنیده شد. در ادامه مجلس وکیلان وکالت وکیلان از حوزه‌های انتخاباتی رقم‌های 32 و 47 را پیش از مهلت قطع کردند. بنابراین بر عوض وکیلان خارج شده در حوزه‌های انتخاباتی رقم‌های 32 و 47 سنه 20 می سال 2026 انتخابات معین گردیده کمیسیون شهری انتخابات تأسیس داده شد. سپس رفت اجرای برنامه دولتی مساعدت به شغل اهالی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2027 در شهر دوشنبه و نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه در این ساحه مورد بررسی قرار داده شده. وابسته به آن معاون رئیس شهر دوشنبه گزارش داد. محترم رستم امامعلی با معاون یکم، معاونان رئیس شهر دوشنبه، رئیسان ناحیه‌های شهر، راهبران واحدهای ساختاری دستگاه رئیس شهر جهت وسعت دادن کارها در سمت تطبیق باثمر نقشه چاره‌بینی‌های برنامه مذکور دستور و سفارش‌های مشخص دادند. همچنین تاکید گردید که برای تأسیس جایهای نو کاری در همه بخش‌های اقتصاد و خدمت‌رسانی، جلب قرض‌های امتیازناک برای فعالیت صاحبکاری و جلب مهاجران مهنتی، جوانان و زنان بیکار بر رشد هنرهای مردمی، تمام امکانیت‌های موجوده را سفربر نمایند. وکیلان در ادامه تطبیق برنامه رشد تربیت جسمانی و ورزش در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2022-2026 در شهر دوشنبه و رفت اجرای نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه در این سمت را محاکمه نموده وابسته به این مسئله حسابات معاون رئیس شهر دوشنبه شنیده شد. محترم رستم امامعلی در این رابطه با معاون رئیس شهر دوشنبه سرپرستی ساحه یکجا با رئیسان ناحیه‌های شهر دوشنبه و ساختارهای دخلدار دستور دادند که جهت اجرای با صفت برنامه و نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه در سمت سیاست دولتی تربیت جسمانی و ورزش، جلب بیشتر ساکنان به طرز حیاتی سالم و رشد ورزش کسبی چاره‌های مشخص اندیشند. همچنین دستور داده شد که در همکاری با ساختارهای دخلدار برای تربیت درست ورزشکاران و دریافت چهره‌های نو و با استعداد از تمام امکانیت‌های مهیا گردیده استفاده نمایند. وکیلان همچنین یک قطار قرارهای قبول نموده رئیس شهر دوشنبه را در مسئله کادری و دیگر ساحه‌های مهم شهرداری بررسی و تصدیق نمودند. در جنبه کار اجلاسیه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی حاضرین را به مناسبت فرارسی عید سعید فطر و جشن بین المللی نوروز تبریک و شادباش گفته اظهار باوری نمودند که مردم سربلند پایتخت با برگزاری کارهای سازندگی و آبادانی بهر باز هم آباد و زیبا گردانیدن پایتخت عزیزمان و پیش از همه در سطح شایسته تجلیل نمودن جشن عمومی ملی 35 سالگی استقلال دولتی سهم ارزنده خود را می‌گذارند. با همین اجلاسی پنجم مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه دعوت هفتم کار خود را انجام داد.